و شما انعنه شده است هر کار میکنیم مردم نخندد. مردم چی میگوید مردم نخندد. پس ای عزیزان، هر کار نکنید مردم باز میخندند. به این خاطر لقمان حکیم به فرزندش چگونه آموخته است. روز لقمان سوار به اسب شد و پسرش باشد پیاده دنبال او راه می رفت از پسش. تا به یک دهه رسیدند. مردم آن دهه گفتند این مرد چقدر بیرحم است. خود سوار اسب است و طفل ضعیف را باشد پیاده گذاشته است. وای وای وای. از آنجا که گذشتند پسر را سوار کرد و خود پیاده شروع به راه رفتن نمود. پسر را روی اسب گذاشت و از پسش باز خود پیاده رفت. باز اندک آنها را دیدن و گفتند این مرد پسری خود را تربیت نکرده است و به او یاد نداده است که باید پیرمرد سوار باشد و جوان پیاده باشد. چون در زمان ما میگویند پسرم هنگام به نقلیات می نشینی از خودت کلون رو بینی زود بخیز بر روی جای بده. از اینجا نیز گذشتند. این دفعه لقمان و پسرش هر دو به اسب سوار شدند و باز راه را ادامه دادند. این بار نیز مردمان که آنها را دیدند گفتند این دو نفر چقدر بی انصاف هستند. فکر نمی کنند که این حیوان زبان بسته است و زبان ندارد مگر ابال را نمی دانند. باز هر دو از اسب فرآمدند و از پیش پیش هر دو پیاده از پس اسب می رفتند. باز مردم دیدند. چی گفتند؟ این دو نفر چقدر نادان هستند. اسب را گذاشتند و پیاده راه می روند. آخر اسب برای چیست؟ در این وقت لقمان رو به پسرش کرد و گفت دیدی فرزندم، ما هر چی کردیم که به ما ایراد نگیرند نشد، باز ایراد گرفتند. پس انسان می تواند کاری بکند که همه از او راضی بشوند. انسان باید به خاطر رضای خدا کار کند، نه به خاطر مردم.